روزی هوشنگشاه برای شکار به کوهستان رفت که ناگهان مار سیاه بزرگی سر راهش دید. سنگ بزرگی به طرف مار انداخت، ولی سنگ به مار نخورد و با سنگ دیگری برخورد کرد و از جرقه به وجود اومده بوته کلار سنگ آتش گرفت. با کشف آتش به وسیله هوشنگ ایرانیان تونستن آهن رو ذوب کنن. هوشنگ هم 40 سال با شادکامی زندگی کرد. پس از هوشنگ فرزندش طهمورث به تخت نشست و سومین پادشاه پیشدادی شد. طهمورث جنگ‌های بسیاری با دیوها کرد و تونست اونها را آرام کنه و دیوها سر بندگی فرود آوردند و پیمان کردند که خواندن و گرسیوز دوباره شروع کرد به اشک ریختن. سیاوش هنگامی که چشمهای خیس گرسیوز رو دید بیش از پیش افسون این فریبکار به دلش رخنه کرد. افراسیاب هر کاری بکنه من از فرمانش سرپیچی نمی کنم. راه بیافت. من بدون سپاه با تو به دربار شاه میرم تا این ماجرا رو درست کنم. گرسیوز که نقشش رو نقش برآب دید گفت: سیاوش، هرگز فکرشم نکن که امروز با افراسیاب روبرو شی. اون میکشتت. به جای این کار نامه‌ای بنویس و هر چه میخوای رو بگو. من اون رو برای افراسیاب میبرم. اگر شرایط رو فراهم دیدم پیکی برای تو میفرستم، ولی اگر دیدم خشمش فروکش نکرده برای تو پیام میفرستم که هر چه زودتر اینجا رو ترک کنی. روزی طوس پهلوان هنگامی که هنوز آفتاب نزده بود و تنها خروسها آواز سر داده بودند از خواب بلند شد و گیو و گودرز و چند سوار دیگر رو برداشت و برای شکار روانه دشت شد. پهلوانها زمان زیادی کنار رودخونه سرگرم شکار و بزم بودند. در راه برگشت داشتن اسب میتاختن که نگاهشون به بیشه زیبا افتاد. طوس و گیو و چند سوار به سوی بیشه رفتند. پهلوانها سرگرم گشتن در بیشه شدند، ولی به جای شکار به دختر زیبایی برخوردند که میون درختها پنهان شده بود. گیو جلو رفت و به دختر گفت: زیبارو، تو توی این بیشه تنها چی کار میکنی؟ دختری مثل تو نباید اینجا باشه.